صحابه سوال کردن، احساس میکردن چون پیامبر رو میبینن، با پیامبر زندگی میکنن، شاهد نزول وحی هستن، در زمان نزول وحی دارن زندگی میکنن، شاهد جبرئیل هستن، پس اونها دیگه نزدیکترن. پیامبر به صحابه گفت در آخر زمان قومی میان که ندیده منو قبول دارن، فقط اسمم شنیدن، فقط ناممو شنیدن، درباره من وصفمو شنیدن، ندیده منو قبول کردن. گفتن اونها چه قومی هستن؟ پیامبر گفت قوم این آقا، اشاره به سلمان کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که سلمان فارسی داستان اسلامش رو بیان کرد، عمر بلند شد دست سلمان گرفت، گفت تو از خانواده ما بیا پیش ما. اون یکی بلند شد دست سلمان گرفت، دعوا شد رو سلمان. پیامبر دید که سر صدا بلند شد، گفت بحثتون رو چیه؟ گفتن دعوای ما رو سلمانه. بعد رسول الله صلی الله علیه و آله بلند شد دست سلمان رو گرفت، گفت سلمان من آل البیت، سلمان از ماست، از خاندان منه، از آل بیت منه، و اون قومی که ندیده منو میپذیرن و به من ایمان میآورن از قوم این هستن.